اینجا سرتراشخانه نیست، بلکه خانه یک زنی تنها در شهر کلاب است. اما بجز محکم بودن گرد و اطرافش نه برق دارد نه آبی آشامیدنی. تنها این مکان برای شب را روز کردن و از باد و گزن نجات یافتن زهرا بابایاروا است. زهرای 56 ساله به خانه آهنیش بسیاری از محله های شهر را گشته است، ولی هر کجا رفته است او را رانده اند. اکنون نیم سال است اینجاست، لیک این زمین هم صاحب دارد. منم یک راستی گپ یک دو ماشید سه ماشید درک گفتم که همینجا آورده واگن شمونده. بعد گفتنم اومدم گفتم کوبه واگنی که دیدم که امی اپامای. بعد گفت که من جانه دارم هیچ کارم نمیته. خیر من خدمانی میدیدم که دستانوفکوی چی ادیول پیچیدگی خواه میکنه. نمی استانوفکوی بزرگ داره، نمی که جایی ده که جا بیاورم خیلی میشینه خواه میکنه در جایش پورد. بعد من گفتم که مایلی خیلی اگر چی باشه بیسته کنه که خیلی تا آمدن اون برادرم که رسی کار کد آمد خونوش اساس کرد چیزی که همون بگه. زهرا هم از سرگردانی خسته شده است. در کلبه سیار نیز حالش خوب نیست. یک موضوع شد که اون من بانیه نکردم. نمی یک بار نمون با تلفن کنم دختر خوارم اینجا میشنن تاریخ بیا چی که بانیه که بعد برا رفتم بانیه که همون. حالا زهرا در حاجتخانه بازاری سامانی شهری کلاب کار میکند. در روزهای سرد به کلبه آهنیش نمی رود. یک گوشه تشناب را جای خواب میکند. اما خجالت میکشد تا نشان دهد جای خوابش در روزهای سرد کجاست. از این جای کارش 3 روزه پولش را به صاحبان بازار میدهد. یک روزی پولی کاریش را خودش میگیرد. پولی که روز به دست می آید روز نه. هیچ کس به دودی من نمیرسد. قصه زندگی زهرا بابایاروا پرپیچ و تاب است. در 40 روزگی او مادر و پدر از هم جدا شده او در دست پدر مانده است. از 40 روزگی من صغیره ماندیم. قطعی یک اتم ده دختر صغیره مانده 40 روزگی من. اوچمون خیلی شوهر کرد. سال 1980 زهرا در 16 سالگی همسر یک ساکن فرخار شد تا دیگر سرابار پدر نباشد. در 10 سال زندگی یک جای فرزند ندید و خانواده از هم پاشید. از آن وقت او در بدر شد و آبی چشم روان. درد من به هیچ کس یکم روز خود رنگی کامم میچوری میخوام با خودم چی میکنم خدا را زورا میکنم با خودم میبرارم مخنم. زهرا میگوید در عمرش کمک از دولت دریافت نکرده است. این در حالی است که سازمان‌های بین المللی به تاجیکستان یاری‌های بشردوستانه می‌فرستند تا افراد مثل او حال بهتری داشته باشند. ساکنان شهر میگویند که افراد مثل زهرا تا رفت بیشتر میشود. حالا همین بالین و بالیشت زندگی اوست. در کلبه آهنینش کسی را انتظار نیست. کسی هم در عرفه عید بانوان و زنان به دیدار او نمی آید. بعد از کار برگشتن در بالای جایگاه خاکسارانه اش می نشیند و یا سر را در بالین می گذارد و با چشمانی باز خواب می رود. مثل که چشم برای کسی است. اما خود می داند هیچ کس سراغش نمی آید. ولی دل و چشمش تسکینش می دهند تا منتظر باشد.